سلام بچه‌ها، به چنل نیلکا، چنل هر ایرانی خوش اومدید. امروز با مهسا آمدیم هلو چالش یک روز 150 تومن رو بگیریم. اگه از این چالش رو دوست داشتیم بگین که دفعه دیگه با 100 تومن همین چالش رو بگیریم. بزن بریم. لیتس گو. چی خواد برداره؟ از دیشب نمیگه. پول ماهیاتون چه قیمته؟ اصلا میخواد نون بگیره. این چیزایی که مهسا خریده کلا شده 109,900. من این ستا رو فعلا گرفتم. کیک میکم فعلا به عشق کومان انتخاب کردم. این جام حذفی کومان کیک میک. همه اینا هم از یه سوپرمارکت کوچیک نزدیک سقالاکسار خریدیم که ازشون حمایت کنیم و شما به نظرم همین کار بکنید. جای اینکه به فروشگاه بزرگ خریداتون بکنید، از فروشگاه کوچیک حمایت کنید. ولی خیلی گشنم چون خیلی از مهسا میخواد غذاشون جلوی چشمم بخوره. یالا بفرمایید. آنباکسینگ تانمایید باشه دیگه. اوکی بخور. قرمه سبزی. کاش یه پنیر میگرد. دست ازم. اون موقع که من دارم ساندویچمو میخورم تو هیچی نداری. اون موقع من سیرم. اون موقع تو هیچی برای خوردن نداری. ببین میخواستم ساندویچ درست کنم ولی اونجوری هرست در میاد. لقمه لقمه میکنم که بیشتر هرست در بیاد. دست درد نکنه. اگه سری میگن تون ماهی رو نجوشونده. آره واقعا. نه خدایی ولی بجوشید بخورید. هشتگ مهسا نباشید. خیلی خوشمزه. مهسا گولم میزه گفت دوربین خاموش شد بخور. من گفتم بشناسید آدم ها رو بشناسید. بیا خوبی کن. خوبی نیست این نارو زدم به شما. من نارو نمیزم. آره من کیک تو بخور. تمام میخورم. بگو خدا رو شکر. خدا بده برکت. آره الکی حالا دلش غذا میخواد قشنگ. توش از این گوگلیا داره. آره با همون برکه بتونی خودت آروم کنی. واقعا راضی ام از کار خودم. من صبحونه دارم بخورم درست. سعی نهارش. آره ساعت 2. ساعت هم 2 ساعت با ایران فرق داره. الان مارنینگمه. بعد خونه نون و پنیری که می‌خوردی چی بود؟ اون بیفور بریکفاست بود. خیلی با احتیاط اینا بکن. اگه خورد بشه بریزه دیگه غذا نداری. میره جهنم ها. امروز میره جهنم. تازه من میام بعدم دارم بچه چوب چوب ارزون‌ترین چیز بازار و خوشمزه. حالا که این جالب بدنم به غذا شب نمیشه. الان انگار بقیه گرفته یه تانه های دیگه. اینقدر با سیاست داره میخوره. مثلا نونش میدونه زیاده اینقدر نون برمیداره توش، اینقدر تانه های میریزه که لقمه‌اش زیاد بشه. هنوز نصف تانه ماهیشو نخورد. بچه چون نیلوفر داره میگه ببین چیزی لقمه رو دارم درشتشه. الان نونشو کوچیک کرده ولی هنوز همونقدر تانه ماهی داره میریزه. سایز نونشو کم کرده چون داره آخراشه استرس گرفته. یکم دیگه اینقدر نون بده من. تمام. بچه ها من نمیخورم. بچه ها الان ما مثلا اینجوری
نسبت به کسایی که اومدن اینجا، مثلا اینا اومدن پیکنیک، خب خیلی به خودشون نرسیدن. خب طبیعیه، من خودم مثلا میخوام پیکنیک کنم، مثلا اونقدر به خودم نمیرسم. بعد ما اومدیم مثلا اینجوری خوشگل مشکل کردیم، بعد توی پلاستیکمون کیک، یه دونه نون باگت، یه دونه تونمایی. نمیدونم ما چالش داریم میگیریم. هر کی از دور ما رو میبینه میگن دختر مثلا چرا آراسته و خوب و اینا. بعد میام مثلا نون باگت با تونمایی هم که این علیلا هیچی نداره. من هیچی ندارم. مثلا اسکولا دارم، از خودم صحبت میکنم. بچه‌ها این چای همون دونه 20 من بچه اومدم اینجا ساعت 4:50 دیگه اینقدر گشتم بود نمیتونستم برم منتظر بشم برم جاهای دیگه. فلافلم هم 40 تومن بود، الان 90 تومن فعلا پول خرج کردم، بازم پول دارم. مهسا خانوم آقای گفت فلافل با قارچ و پنیر میخوای؟ خب گفتم نه، میل ندارم. خب من گوشتم نیست، من نهاری منی خوردم، بیشتر پولتو خرج کرد. برای شام بخوام سوسیس بخورم. باشه یا میتونم سوپ آماده بخورم، میتونم تخم مرغ آبپز بخورم، میتونم سالاد بخورم، باشه. میتونم. مهسا بعد این همه آپشنی که گذاشت تهش رفت 16 تومن پول نسکافه داد و پولش رو تموم کرد. دوغم گرفتم شد 55. اینجا رو ببین. خدای من فلافل دوست دارم. بچه‌ها شما بگید فلافل دوست دارین یا نه؟ به نظر من اصلا نباید انقدر دید بد نسبت بهش داشته. چرا اینقدر داری انگولکش میکنه؟ من بگم من معمولا فلافل من میذارمش یه طرفی بعد نون اضافهش میبارم دیگه نمی‌کنم. خون به مغزش نمیرسه تا الان، حرف نمیزن. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. چه دافه تمیز. برای شامم از این خانوم اومدم اینجا سموسه گرفتم با آب، کلن شد 35 تومن. بچه همینجوری که میبینید شب شده و مهسا چون پولش رو تموم کرد دیگه چیزی برای شام نداشت، اما من پولم رو سیف کردم و شامم تونستم بخورم دیگه. خلاصه من میرم اینا رو میخورم. بچه ها بیاید اینو با هم بخوریم. نوشه جلویتون. خداحافظ. بچه ها اینجا نشستم دارم میخورم. چون 2 تا سمبوسه داشتم 3 نفر بودن، بعد از یکیشونم آدامس گرفتم، گفتم دیگه ببخشید چون 2 تا بود از تو آدامس میخرم. گفت باشه. من خودم 10 تومن دیگه پول مونده برام از امروز، با میرم تخمه مرغ میگیرم، سفیده تخمه مرغ میخورم، اینجوری بهترم.